اولا بهش بگو لحن صحبتشو درست کنه. اولا لحن صحبتتو درست کن. بگو جمع کن بابا. ثانیاً بد کردیم، از بار گناهانش کم کردیم. چند سال پیش تو جنگل‌های شیام ایشون چیکار میکرده؟ چی میگه؟ میگه که چیزه، واقعیتش اینه که ببین میخواد از بار گناهی تو هم کم بشه. آقا من چه گناهی کردم؟ بجز اینکه دارم با تو رفاقت میکنم. نه ببین گفت من نمیخوام. چی گفت؟ شیان رو بگو. بگو. جنگل شیان چیکار میکردی؟ جنگل شیان کجا؟ جنگل شیان چه غلطی میکردی؟ جنگل شیان چی بوده؟ اصلا جنگل شیان ما نداریم. چیکار میکرده؟ جنگل شیان اصلا جنگل شیان نمیتونم بگم واقعا، قابل گفتن نیست. جنگل مازندران، جنگل گیلان. راست میگه دیگه. جنگل شیان چیه؟ نه منم نشنیدم. جنگل شیان کجا؟ واقعا نشنیدی؟ نه. خب خدا رو شکر. از اینجا تو حالا مثلا شده مثلا بری شمال بگی رفتم شمال جنگل شیان. شما چرت و پرت میگن نه درست میگه. حالا بعد خودم میپرسم ازش چیکار.